سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. این داستان ارسالی دوست عزیزمون. این داستان خودمه و قسم میخورم همش واقعیه و لکی نیست. من کرج زندگی میکنم و 15 سالمه. ما توی کوچه زندگی میکردیم که یه جورای دیگه متروکه به حساب میومد. خونه ما ویلایی بود و آخرین خونه بود و بغلش هم فقط طبیعت بود و یه ساختمون نمیکاره و یه کلبه. خونه ما قبلا مردشور خونه و مسجد بود. خلاصه ما با ما بزرگ و همه هم زندگی میکردیم. خونهمون داخلش یه پله میخورد، طبقه بالا، طبقه پایین که ما بودیم. خلاصه بعدش همه چیز از بچگیم برام جالب بود. مثلا دوستای خیالی داشتم یا همش با حیوانا ارتباط عجیبی داشتم. مامان من وسواس شدیدی داره به حیوانات. همچنین پدرم حساسیت شدیدی به حیوانات داره، مخصوصا گربه که ازش متنفره به دلایلی. مامانم همش با من جنگ داشت. مامانم همیشه با من جنگ داشت. نزدیک گربه بشی من میدونم تو. کم کم گذشت. من به اتفاقات ترسناک تک و توک عادت داشتم. مثلا وسایلم گم میشد و وقتی گریه میکردم پیدا میشد، یا مثلا یهو جلو چشمم یک سری چیزی حرکت میکرد و بقیه میگفتن بچه است و توهم و این حرفا. وقتی 13 سالم بود عممینا جمع بودی. یهو نمیدونم چی شد، عمه بزرگم گفت جد من یه آقایی بودن که به جنه ها خدمت کردن و تو خونهش راهشون دادن و بهشون غذا داده. خلاصه دوست شدن. اینم در مقابلش گویا خواسته اینا به ما صدمه نزنن. حقیقتش من خودم باور نداشتم اصلا و میگفتم مگه میشه؟ کابوسام کم کم استارت خورد، به طوری که بیدار میشدم بدنم زخمی میشد، کبودی، جای ناخن و این چیزا. حتی یه آقای غریبه ایم میدیدم که خیلی بهم نزدیک میشه و حتی چند تا دوست. یکی از روزهای پاییز 13 سالگی بود که با مامانم سر همین گربه دعوای شدیدی داشتم و کلا بی اعصاب بودم و رفتم خوابیدم. وقتی خوابیدم حس کردم بیدارم و نخوابیدم، اصلا بلند شدم، همش خوابه. از پله ها رفتم بالا، دوباره رفتم تا رسیدم طبقه آخر و وارد اون اتاق شدم که تو طبقه آخر پنجره بزرگی داشت و به بیرون دید داشت. خلاصه من تو خوابم مشغول نگاه کردنش بودم که حس کردم دیگه اون من نیستم و یکی کپی خودم اومده جلو. لبخند زد. حقیقتش من داشتم سکته میزدم، حتی هی میگفتم الان اگه خوابم کاشکی پاشم و اینا. طرف عین من بود. من اون موقع موهام کوتاه بود، موهای بلند مشکی داشت و کمی از من لاغرتر بود. شاید براتون باورش سخته ولی واقعیه. حس کردم دستم رو گرفت و از پنجره منو کشید. ثانیه نکشید زیر پا پر پل چوبی شد تا وارد همون محوطه که اولش گفتیم شدی. من علاقه شدیدی به مامان بزرگم داشتم، به طوری که یک دقیقه ازش نمیخواستم دور شم. خلاصه رفتیم دیدم یه مهمونی خیلی بزرگه. تو کلبه چراغونیه، آدمای عجیب و استایلای عجیبی بودن و قیافه های خیلی عجیب. بعضی دخترها قدای کوتاهی داشتن و چشمای خیلی گنده براق و چاق بودن، یا خیلی لاغر، انگار 20 کیلو هم نمی شدن، به طوری که من شک داشتم اون که شبیه من چطوری اونقدر زیبا بود بینشون. بعدش نشوندنم سر یه میز، بوی ماهی مرده میداد و لجن غذاهای روی میز و دلم نمیخواست نگاهشون کنم و بخورم. به هر سعی و تلاشی بودم نخوردم.
یهو ما بزرگم و کنار یه آقای پیری دیدم. آمد کنارم، گفت باید برم دیگه، وقت خداحافظیه. من تو خوابم گریم گرفت و واقعا کلی گریه کردم و یهو از خواب پریدم. دیدم مام بزرگم صدا میزنه میگه پاشو دیگه. اون روز مام بزرگم مدام وسایلش رو بخشش میکرد و هرچی دوست داشت میخورد تا شب. من و هم داشتیم با هم سر یکی بحث میکردیم که صحبت در واقع یهو به عمه بزرگم کدام زد. بریم پایین. دیدم مام بزرگم حالش بد شده و آمبولانس اومد. خونمون خالی بود. شب بود. من بودم و داداشم و مام بزرگم. من تو حیاط نشسته بودم، به یک نقطه نامعلوم خیره بودم، ولی هی حس داشتم یه چی رد میشه از بغلم و هی گفتم هی حس داشتم یه چی رد میشه از بغلم. هی گفتم شاید فکرم درگیره. اینطوریم. دیدم یه چیز گنده و پشمالو تاریک که چهرش نامشخص بود از زیر زمین دوید بالا، سمت در خروجی رفت و رفت بیرون. هنوز منگ بودم، کم بود سکتر رو بزنم که عمم با گریه و داد گفت مرد. اون شب گذشت. من افسردگی و حس تنهایی هم شروع شد. دیگه کاملا حس میکردم کابوس و ارواح تو زندگیم سر میکشم. به حدی تو خوابم همه چیزو میفهمیدم که خودم هم دو به شک بودم. برای پارت دوم لطفا کامنت و سابسکرایب یادتونه. مرسی که حمایت میکنید.